مردان دیوش و زنان بی‌حیایی که خودشان مسلمان می‌حسابند اما در شبکه‌های اجتماعی با لباس‌های تنگ و نیمبرهنه خودنمایی می‌کنند. این نه تنها بی‌حیایی است بلکه خلاف غیرت و ناموس، حیا و شرافت عائله میباشد. در اسلام عورت و حیا ستون ایمان است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند حیا جزء ایمان است. کجاست ایمان شما؟ وقتی زن مسلمان بدنش برای تماشای عاموی میکشاید و از لایک ها رزق و شأن و آبرو میجوید، به ناموس و دیوس بودن شوهرش اثبات میکنه. و مردی که راضی میشود که زنش تنش به نمایش میگذاره باید بداند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مردی را که به فحشا و بی‌حیایی خویشاوندانش راضی میشود دیوس نامیدند و گفتند او به بهشت داخل نمیشود و حتی بوی بهشت به مشامش نمیرسد. عزت و شرف عائله چیزی است که با پول و شهرت عوض کردن نمیشود. اگر مسلمان هستی اول ناموس و شرف عائله حفظ کن.